همیشگی کانال بروز سرین. سلام دوستان و همراهان همیشگی کانال بروز سرین. در این ویدیو با خواص گلاب آشنا خواهیم شد و از اینکه با لایک و کامنت حامی ما هستید سپاسگزاریم. به راحتی در دسترس است و باعث می شود به یک ماده اصلی تبدیل شود. گلاب با تقطیر گلبرگ‌های گل محمدی با بخار ایجاد می شود. گلاب معطر است و گاهی به عنوان یک عطر طبیعی ملایم به عنوان جایگزینی برای عطرهای پر از مواد شیمیایی استفاده می شود. گلاب با تقطیر گلبرگ‌های گل محمدی با بخار ایجاد می شود. گلاب معطر است و گاهی به عنوان یک عطر طبیعی ملایم به عنوان جایگزینی برای عطرهای پر از مواد شیمیایی استفاده می شود. به تحریک پوست کمک می کند. یکی از بزرگترین مزایای گلاب خاصیت ضد التهابی قوی آن است. این خواص می تواند به درمان چندین بیماری اعم از داخلی و خارجی کمک کند. حتی ممکن است به تسکین سوزش از اگزما نیز کمک کند. گلودرد را تسکین می دهد. پزشکان اغلب آنتیبیوتیک برای گلودرد تجویز می کنند، اما ممکن است بخواهید گلاب را نیز امتحان کنید. گلاب به طور سنتی برای تسکین گلودرد استفاده می شود، در حالی که تحقیقات برای اثبات اثر بخشی آن لازم است و ریسک بسیار کمی در آزمایش آن وجود دارد. قرمزی پوست را کاهش می دهد. هزاران سال است که از گلاب به عنوان یک محصول زیبایی استفاده می شود. بنابراین جای تعجب نیست که می تواند رنگ پوست شما را بهبود ببخشد و قرمزی پوست را کاهش دهد. خواص ضد باکتری ممکن است به کاهش آکنه کمک کند و خواص ضد التهابی می تواند قرمزی پوست را کاهش دهد. سردرد را برطرف می کند. از گلاب و روغن گلاب در رایحه درمانی برای کمک به تسکین سردرد استفاده می شود. این ممکن است به دلیل استرس زدایی باشد. یک مطالعه پیدا شد که بخار گلاب می تواند سردرد را تسکین دهد. گزینه دیگر استفاده از کمپرس آغشته به گلاب به مدت 45 دقیقه بر روی سر می باشد تا نتایج مثبت حاصل شود. مشکلات هضم را تسکین می دهد. در طب عامیانه از گلاب برای کمک به هضم غذا و کاهش ناراحتی‌های گوارشی استفاده شده است. طبق مطالعه‌ای در سال 2008 برخی شواهد نشان می‌دهد که گلاب می‌تواند روی هضم غذا تأثیر مثبت بگذارد و ناراحتی‌های گوارشی را تسکین دهد. همچنین ممکن است ترشح صفرا را بهبود بخشد که می‌تواند به هضم غذا کمک بیشتری کند.